درود بچه‌ها، حالتون چطوره؟ عرفان جینی هستم. خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امروز یه ویدیو متفاوت و خیلی باحال داریم و البته اینو چیه برامو برداشته؟ ببین عجیب غریب ترین طعمای کیتکت که اصلا توی کانادا پیدا نمیشه. پس کجا آوردی اینو رو؟ از آمریکا آوردن واسمون. بچه‌های خوب، ببین عجیب غریب ترین طعمای کیتکته که اصلا تا حالا به گوشتونم من نمیتونم اینو بخونم. چی برای ببین کجا من اصلا هستن؟ همه رو در آوردم که طعماش چیه. ساعت‌ها تحقیق شده روی این ویدیو. پس ویدیو رو تا انتها ببینید. حتما چنل رو سابسکرایب کنید. ویدیو رو خوشتون اومد لایک کنید. چنل حمیدرضا رو میذارم. حتما سابسکرایب کنید. کلی ویدیوهای باحال داریم میسازیم. یو دختر گنگ بزن بریم این ویدیو خوشمزه رو داشته باشیم. طعمای خیلی متفاوت و زیادی آوردم واسهتون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 تا طعم نامرغوب. 10 تا کم مگه داره از اون کیت کرد؟ یه چیز بگم باورت نشه، ژاپن تنها کشوریه که بیش از 200 مدل طعم داره واسه کیت کتاش. دانستنی روستا